یه جای رسیدن باید خیلی سختی بکشی، دهنت سرویس بشه تا بتونی به اون نقطه‌ای که دلت میخواد برسی و خودتو برسونی. اینا ساده نیست، اینجوری هم نیست که فکر کنی به همین راحتی میتونی به اون جایی که دلت میخواد برسی. یعنی ببین باید صبح پاشی تا شب کار کنی، غر بزنی، غر بشنوی تا بتونی به اون جایی که دلت میخواد برسی. اینجوری نیست که تو بیایی بگی من این شغلی میزنم راحته فلان، نه، دهنت سرویس میشه تو وقتی شغل برا خودت میزنی، پیر در میاد، روزگارت سیاه میشه تا بتونی خودتو به یه جایی برسونی که واقعا دلت میخواست، تو رویات نشسته بودی دیده بودی که من به این جا میرسم. بله آجی، اینقدر راحت نگین من میرم برا خودم شغل میزنم شغل خودم خیلی خوبه. نه، سختی های خودش هم داره، اذیت شدنایش هم هست.